سلام دوستان عزیز، بنده فرشاد پژوهان هستم و اینجا آنتیکاریزماست. دوستان امیدوارم که حالتون خوب باشه. در این قسمت میخوام به بررسی فیلسوف، مورخ، جامعه شناس و اقتصاددان آلمانی یعنی مارکس بپردازیم. دوستان به اعتقاد مارکس فلاسفه همیشه سعی داشتن جهان رو تفسیر کنن، نه اینکه بیان اون رو تغییر بدن. و هیچ فیلسوفی عزیزان به اندازه مارکس در سیاست عملی تأثیرگذار نبوده. همین الان اشاره کنم وقتی که صحبت از مارکس میشه یکی از واژه مارکسیسم است. اگه میخواد بیشتر با این آشنا بشید لینک ویدیوی من مربوط به سیاست این بالا میاد، تماشا کنید. مفیده که ما با یک سری از مفاهیم سیاسی آشنا بشیم، ولی در مورد اون نظریات مارکسیستی که خیلی پیشرفت کرد، خیلی ما میشنویم، اشخاصی مانند لنین و استالین خیلی تاثیرگذار بودن و متفاوت یکم عقایدی که خود مارکس به اونها اعتقاد داشت. دوستان به اعتقاد مارکس فکر و شعور ما وابسته است به اون شرایط مادی و اقتصادی ما در اجتماع و همین شرایط مادی و اقتصادی ما به شدت تاثیرگذارن در تحولات تاریخی و به اعتقاد مارکس اون توان اقتصادی جامعه باعث تغییر در زمینه‌های دیگه میشه. دوستان مارکس مانند هگل دیدگاه تاریخی داشت، ولی جلوتر توضیح میدم که مارکس مدام این دیدگاه تاریخی رو در اقتصاد میدید. دوستان مارکس اون روابط مادی و اقتصادی رو زیربنای جامعه میدونه و روش تفکر، نهادهای سیاسی، فلسفه، هنر، اینها رو روبنای جامعه میدونه و اشاره میکنه که این روبنا انعکاسی است از اون زیربنای جامعه و به طور کلی از دیدگاه مارکس اون روابط مادی و اقتصادی هستند که تفکرات و سطح تفکر یک جامعه رو تعیین میکنن. خب دوستان مارکس این زیربنای جامعه رو که بهتون گفتم اون شرایط مادی و اقتصادی هستن رو به 3 قسمت تقسیم میکنه. 1. شرایط تولید، 2. نیروی تولید و 3. روابط تولید. دوستان شرایط تولید میشه شرایط طبیعی جامعه مانند گیاهان، مواد معدنی، معادن، یعنی اون پتانسیل و ویژگی هایی که اون نقطه جغرافیایی اون اجتماع داره. حالا دوستان این شرایط طبیعی، این شرایط تولید تعیین کننده هستن که یک جامعه چه نوع فرهنگی داره، 2. چه چیزهایی رو میتونه تولید کنه، چه پتانسیل هایی داره. الان حتما میپرسید که فرهنگ چه ربطی به اون شرایط طبیعی داره؟ دوستان به طور مثال کسی که در کنیا زندگی میکنه، کسی که بادیه نشینه، 100% فرهنگش فرق میکنه. شرایط طبیعی اون قسمت خاص جغرافیایی تعیین کنند از چه فرهنگی داشته باشه. در مقابل کسی که در فرانسه زندگی میکنه، تاکستان انگور داره، شراب تولید میکنه، طبیعتاً بادیه نشینی که تو اون آب و هوا با اون شرایط زندگی میکنه با کسی که در فرانسه زندگی میکنه با اون شرایط مطبوع متفاوته. دوستان قسمت دوم نیروهای تولیده. منظور مارکس از نیروهای تولید افراد انسانی هستند، نیروهای کار، ولی ابزار و وسایل و کلن وسیله هایی که مورد نیاز تولید هم هست در این قسمت جا میگیره. به طور مثال یک زمانی برای شکار کردن، برای صید کردن شما نیاز به قلاب داشتید تا بتونید یک ماهی رو صید کنید، ولی الان میبینید که کشتی‌های عظیم الجثه حجم عظیمی از ماهی رو در یک مدت کوتاهی صید میکنن. یا وقتی که صحبت از شکار میشه الان دامداری‌های صنعتی بزرگ رو شما شاهد هستید که در مدت زمان خیلی کمی حجم عظیمی از گوشت رو، یعنی اون حیوانات رو سلاخی میکنن، میکشن و گوشت رو به بازار عرضه میکنن، اون مواد غذایی رو. دوستان چیزی که مارکس بهش میگه روابط تولید به این اشاره میکنه که اون ابزار و وسایل بود که گفتم یک کسی در دوستان اون روابط تولیدی که مارکس بهش اشاره میکنه مثل اون مثالی که گفتم کشتی عظیم الجثه یا اون مثلا
دامداری های صنعتی. مارکس اشاره میکنه که در یک جامعه سرمایه‌داری اون ابزارهای تولید در جامعه تحت فرمان کیه و نوع کار کردن، روابط کاری چگونه تقسیم شده در جامعه. این قسمت رو مارکس روابط تولید مینامه. دوستان، به عقیده مارکس درستی و یا نادرستی یک امر اخلاقی توسط زیربنای اون جامعه تعیین میشه. به طور مثال روابط اجتماعی در کلان شهرها بسیار متفاوته با افرادی که در ده و یا روستا زندگی میکنه. شاید هنوز در یک سری از روستاها میبینیم که انتخاب همسر با پدر و مادره و چگونه این همسر انتخاب میشه اینو خیلی شنیدید. کسی که به طور مثال ثروتمنده، یعنی وقتی که یک خانومی رو 2 نفر میرن که باهاش ازدواج کنن درخواست خواستگاری میدن، شاید یا طبیعتاً کسی برگ برنده رو داره که ثروت بیشتری داره و مارکس به همین اشاره میکنه که اون روابط مادی و اقتصادی هم در نوع زندگی ما، در اون مفاهیم اخلاقی ما هم تأثیر گذاره. و دوستان، این که ما برامون خنده‌دار این که چطوری همسر آینده ما رو پدر و مادرمون انتخاب کنن برامون خنده‌داره دیگه. دوستان، این فقط به خاطر اینه که ما در یک زمانه متفاوتی داریم زندگی میکنیم. همیشه این رو بدونید، من جلوتر در ویدیو اشاره میکنم، زمانی که مارکس زندگی میکرده به شدت با الان متفاوته و البته هنوز هم شاید در همین کشورمون ایران در یک سری از روستاها هنوز این شرایط پابرجاست، یعنی یک پسر و یک دختر اختیاری در زندگیشون به اون شکلی که ما در زندگیون اختیار داریم ندارن. دوستان، به عقیده مارکس در اکثر مواقع اون خوب و بدها رو در جامعه اون طبقه حاکم به ما تحمیل میکنند و مارکس اشاره میکنه که در سرتاسر تاریخ این جنگ ها، این ستیزها و این نبردها جنگ های طبقاتی بوده بر سر این که مشخص بشه ابزار تولید در دست کی. مارکس اشاره میکنه که در دوره باستان ما اختلاف طبقاتی رو بین کیا میدیدیم؟ بین اون شهروندان آزاد و بین بردگان. در زمان فئودال بین ارباب و رعیت. و در زمانی که مارکس زندگی میکرده، مارکس اشاره میکنه که این اختلاف طبقاتی بین یک قسمتی از جامعه که بهشون میگن اشرافزادگان، افرادی که تحصیل کرده بودند، ثروتمند بودند و مارکس اونها رو بورژوا و یا سرمایه‌دار نامگذاری میکنه و طبقه کارگر یعنی پرولتاریا. و در زمانی که مارکس زندگی میکرده طبقه بورژوازی و یا سرمایه‌دار کسانی بودند که اون ابزار تولید رو در دست داشتن و کارگر کسی بود که ابزار تولید در اختیارش نبود. و به اعتقاد مارکس این انتقال حق مالکیت اون ابزار تولید تنها با انقلاب امکان پذیره. هیچ طبقه حاکمی اون حق مالکیت، اون حق حاکمیت خودش رو با اختیار خودش از دست نمیده و انتقال نمیده. و عزیزان، مارکس بیش از هر چیزی به گذر از جامعه سرمایه‌داری به جامعه کمونیستی اشاره داشت. دوستان، مارکس و همینجور هگل کار کردن رو یک فضیلت میدونستن، یک امر خیلی خوب میدونستن و اینجوری میشه برداشت کرد که بین سر و دست رابطه هست. انسان مدام و تنگاتنگ در پیوند خودش و کارش هست. به عقیده مارکس کار و اون شغلی که ما داریم فکر و شعور ما رو تعیین میکنه. ولی جلوتر مارکس اون انتقادهای خودش به اون روش مالکیت جامعه سرمایه‌داری شروع میکنه. دوستان، مارکس در مورد کارگران به اصطلاح از خود بیگانگی اشاره میکنه. خب این یعنی چی؟ مارکس میگه که در جامعه سرمایه‌داری کارگر کار میکنه ولی کارش برای اون طبقه حاکمه، برای اون
صاحبان ابزار تولیده، درسته که داره کار میکنه ولی کارش به خودش بر نمیگرده، کارش متعلق به خودش نیست و همین ایجاد نفرت میکنه و این کارگر نسبت به کارش بیگانه میشه و به اعتقاد مارکس دیگه نسبت به خودش هم بیگانه میشه و اینجاست که به اصطلاح از خود بیگانگی میرسیم. مارکس اشاره میکنه که در جامعه سرمایه‌داری کارگر داره برای اون طبقه حاکم بردگی میکنه، یعنی اینکه کسی که 30 سال در یک کارخانه کار کرده به کارش بیگانه است، نفرت داره و از یک جای دیگه با خودش هم بیگانه میشه. دوستان ما داریم نظر مارکس رو در سال 1850 بررسی میکنیم. لطفاً درک کنید عزیزان که سال 1850 با قرن 21 خودکارم هستم با قرن 21 متفاوته. دوستان مارکس در جامعه زندگی میکرد، صحبت از جهانی میکرد که یک کارگر روزی 14 ساعت کار میکرد و این روزی 14 ساعت شکم زن و بچهش رو سیر نمیکرد. بچه های یک خانواده مجبور بودن برن کار کنن. وقتی که یک زن بچه به دنیا می آورد چیزی به اسم مرخصی وجود نداشت و بعد از 10-14 ساعت کار بعضی وقتا حقوقشون یک تکه نان و مقدار شراب بود. توجه به اینها داشته باشید. خیلی از زنها مجبور بودند برای اینکه گذران زندگی داشته باشند بتونن شکم خودشون و بچهشون رو سیر کنند، مجبور بودند تن فروشی کنند، روسپیگری کنند و مشتری های این افراد تنفروش قشر مرفه جامعه بود. اون صاحبان و حاکمین بودند، اشراف زادگان بودند و در مقابل این جامعه که عده‌ای داشتن میمردند، جان میدادند، در فقر و فساد و فحشا بودند، فقر و فسادی که خودشون هم انتخاب نکرده بودند. یک عده‌ای، این واژه رو که میگم بعد بهش میرسیم، یک عده‌ای داشتن استثمارشون میکردند در یک قسمتی از شهر، در یک قسمتی از همون جامعه. بچه های افراد اشراف زادگان صبح به صبح در کاخهای بسیار مجلل، دوستان سرچ کنید در اون زمان خونه هاشون اثر هنری بوده. کاخهایی که توش زندگی میکردن الان میشه به عنوان یک موزه ازش استفاده کنی. واقعا اثر هنری بوده خونه زندگیشون. بچه های در اون خونه ها بودن که صبح به صبح تمرین پیانو، ویولون، موسیقی کلاسیک، بهترین پوشش، بهترین خوراک، پیش غذا، دسر در کاخ بازی میکردن، تفریح داشتن، حیوان خانگی داشتن. در اون جامعه کارگر نمیتونسته شکم بچه‌شو سیر کنه. اشراف حیوان خانگی داشتند. شب دوباره اون بچه‌شون آب میوه طبیعی میخورده، موسیقی کلاسیک، پیانو، شب نشینی و یک عده‌ای داشتن له میشدن. یک عده‌ای داشتن جان میدادن از بیپولی. مارکس در این مورد این جامعه داره صحبت میکنه. وقتی که صحبت از کمونیسم میشه، وقتی که صحبت از مارکس و یا مارکسیسم میشه، نباید بیای به اوضاع زندگی کارگر در آلمان قرن 21 نگاه کنی. نباید بیای اروپای قرن 21 رو ببینی که وقتی که یک زن وضع حمل میکنه چند ماه مرخصی داره، موقعی که حامل است سر کار نمیره. اوضاع کارگرها در خیلی از قسمت‌های جهان مساعد شده، ولی باید نگاه کنید که در خیلی از همین امروز در قرن 21 در خیلی از جاهای دنیا هنوز اون استثماری که براتون توضیح میدم وجود داره. دوستان خیلی ها هنوز هم با اینکه زحمت کشن کارگرن. دوستان کارگر بودن بی آبرویی نیست. دوستان کارگر بودن مایه ننگ نیست، ولی خب خیلی ها زحمت میکشن ولی دستمزد، اون دسترنج خودشون رو نمیبینن. این رو دوستان بگم در اون زمان سال 1850 کار که قرار بود مایه شرافت انسان بشه تبدیل شده بود تا کارگر رو تبدیل به یک حیوان بکنه
و در اون زمان همین اتفاق افتاده بود. خب دوستان، در اون زمان وقتی که مارکس مانیفست خودش رو منتشر کرد، طبیعیه که طبقه سرمایه‌دار و حاکم لرزه به تنش میافتاد. یک سری از بردگان که یک سری زنجیرهای نامرئی به گردنشون بود در شهر بودند و چیزی هم به جز این که این زنجیرها رو از دست بدن نداشتن. و یک جمله‌ای در این مانیفست واقعاً یک اثر هنریه: کارگران جهان متحد شوید. دوستان، اون قسمتی بود که گفتم استثمار، الان براتون توضیح میدم. مارکس اشاره میکنه که یک کارگر از طریق کار کردن برای یک سرمایه‌دار یک محصولی رو تولید میکنه، حاصل دسترنج خودشه. عزیزانی که حسابداری خوندن، اقتصاد خوندن، متوجه میشن که صاحبین سرمایه، کارخانه دارها اینجور حساب میکنن، میگن محصولی آماده شده، میان و واژه که در حسابداری و اقتصاد استفاده میشه، میان و بهای تمام شده کالای مورد نظر رو حساب میکنن. حقوق کارگر کسر میشه، هزینه اون مواد اولیه کسر میشه و باز هم سود برای صاحب کارخانه میمونه، ولی کارگر هنوز فقیره. کارگر کار کرد، سودش رو یکی دیگه خورد و صبح باز هم کارگر باید بره سر کار و مارکس این رو استثمار نامگذاری میکنه. خب عزیزان، این هم بود یک دیدگاه خیلی مختصر ولی امیدوارم مفید. بنده سعی کردم منابعی که استفاده میکنم تا میتونم به یک زبان ساده‌ای بیام و مارکس رو براتون، عقایدش رو شرح بدم. دوستان، شناخت مارکس مهمه. یعنی در اوضاع احوال سیاسی شناخت مارکس، نظریات مارکسیستی، سوسیالیستی مهمه. دوستان، وظیفه بنده و وظیفه شمایی که به تاریخ فلسفه، تاریخ تفکر، سیاست، روانشناسی و هر چیزی علاقه دارید اینه که کتاب رو بردارید، عقاید رو بخونید، اون چیزهای خوبش رو در ذهن نگه دارید و هر قسمتیش که واقعا میبینید مفید نیست رو حذف کنید. قرار بر دشمنی نیست. وقتی که اسم مارکس میاد فحاشی بشه، وقتی که اسم مثلا افلاطون میاد جبهه‌گیری بشه. نه، شما دارید تاریخ رو میخونید، شما دارید مطالعه میکنید، نقاد باشید، دقیق باشید، این کتاب ها رو با دقت مطالعه کنید و در آخر چیزی که به اسم سوسیالیسم، دوستان، امروزه دیگه کارایی نداره. واقعا حکومت‌های کمونیستی، مارکسیستی، سوسیالیستی میدونیم که شکست میخورن، ولی بنده معتقدم که اگر مارکس در قالب یک پزشک بهش نگاه کنیم، تشخیصش درست بود، درد جامعه رو متوجه شد، ولی تجویزی که داد اشتباه بود. در مورد مارکس خیلی میشه بیشتر صحبت کنیم، در مورد اینکه در جامعه سرمایه‌داری محل ازدواده، چه اتفاقی میفته، اون دیکتاتوری کارگران و یا پرولتاریات چگونه هست، خیلی دوستان جای صحبت داره. ولی نهایت امر مارکس تشخیصش درست بود ولی تجویزش اشتباه بود. ولی سیر تحول زندگی کارمندان، کارگران خیلی مدیون مارکس هستند و یا عقاید سوسیالیستی. به هر حال این که امروز این وضع مساعدتر رو میبینیم مدیون اینها هستیم. عزیزان، هیچ کس همونطوری که اشاره کردم به اختیار خودش قدرتش رو تقدیم کسی نمیکنه. پس جنبش های مارکسیستی تا یک حدی مفید بودن. اگر از بنده و ویدیوهای من راضی هستید، کانال بنده رو سابسکرایب کنید. اگر از ویدیوهای من خوشتون میاد لایک کنید. اگر نقد، پیشنهاد و یا نظری دارید در قسمت نظرات برام بنویسید. بابت تأخیر این چند روز متاسفم دوستان، درگیر دانشگاه بودم و خب سرم شلوغ بود، نتونستم. و بنده سعی میکنم وقتی که میخوام مطلبی برای شما آماده کنم همین 10-15 دقیقه 20 دقیقه واقعا دوستان مطالعه میکنم. نمیخوام، میدونم کم و کاستی هست، احتمالاً اشتباه هم هست، ولی سعی میکنم مطالب کافی و البته مفید باشه. امیدوارم که همیشه موفق و البته خوشحال باشید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.